واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا إمام المتقين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستان نهایت گرامی، بینندگان محترم شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما دوستان عزیز هستم در قسمت 45 این برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی. در دو قسمتی گذشته، در قسمت 43 و 44 شروع کرده بودیم با بیان احکام ابواب مسجد که یکی از بابهای نماز است، و در دو قسمتی گذشته بیان فضیلت رفتن به طرف مسجد و بیان فضیلت ساختن و بنای مسجد، و همچنین اینکه مساجد باید همیشه پاک و نظیف نگاه داشته شود، و همچنین بیان ساختن مسجد بر بالای قبر را، و همچنین بیان اینکه مساجد باید به حالت عادی و ساخته شود و در ساختن مساجد باید اسراف صورت نگیرد، و همچنین بیان مبایعه، خرید و فروش در داخل مسجد و اعلان گمشدگی در داخل مسجد و خواندن اشعار و خطابت در داخل مسجد. این احکام را در دو قسمت گذشته در روشنایی احادیث گهرباری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما دوستان عزیز تقدیم کردم، و این قسمت برنامه ما هم ادامه مطالب سابقه است و مطالب باقی مانده از باب مسجد را در این قسمت خدمت شما دوستان در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تقدیم میکنم. و اولین حکمی از احکامی که در این قسمت خدمت شما تقدیم می شود این است که انسان وقتی که وارد مسجد می شود، داخل مسجد می شود، باید کدام دعا را بخواند، و وقتی که از مسجد بیرون می شود باید کدام دعا را بخواند. این مطلب را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در چند حدیثی برای ما واضح و روشن ساختند. از جمله حدیث است که امام مسلم و همچنین امام نسائی و امام احمد و امام ابو داود رحمت الله علیهم از صحابی جلیل قدر ابی حمید که نامشان عبدالرحمن بن سعد ساعدی بود روایت میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك، و اذا خرج فليقل اللهم اني اسالك من فضلك و رحمتك. در روایت دیگر میگه و رحمتك. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که وقتی که یکی از شما نیتی داخل شدن در مسجد را میکند، میخواهد که در مسجد داخل شود، باید این دعا را بخواند که اللهم افتح لی ابواب رحمتک، ای بار الها دروازه های رحمت خیش را، دروازه های مرحمت خیش را بر روی من بگشای. و اذا خرج فلیقل، وقتی که میخواد که از مسجد بیرون شود، نماز خود را خلاص کرد، میخواد که از مسجد بیرون شود، باید این دعا را بخواند که اللهم انی اسالک من فضلک، ای بار الها من مسئلت دارم از تو، فضل و مرحمت تو را، فضل و مرحمت تو را من از تو مسئلت دارم. و همچنین حدیث دیگری که او را امام ابن ماجه و امام احمد رحمت الله علیهما از بانوی دو عالم فاطمه زهرا، فاطمه بنت نبی صلی الله علیه و سلم روایت میکنند که ایشان فرمودند که پیغمبر کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا دخل المسجد قال، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هنگامی که وارد مسجد میشدند، هنگامی که نیت دخول مسجد را میکردند، میفرمودند که بسم الله والسلام علی رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. و اذا خرج قال
بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبی وافتح لي ابواب فضلك. وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میخواستن که در مسجد داخل شوند، این دعا را میخوانند که بسم الله و السلام علی رسول الله، به نام الله و درود و سلام بر رسول الله. اللهم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، ای بار الهی گناهان من را ببخش و دروازه های رحمت خود را بر روی من بگشای. وقتی که از مسجد بیرون میشدن این دعا را میخوانند که بسم الله و السلام علی رسول الله، به نام الله، درود و سلام بر رسول الله. اللهم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، ای بار الهی گناهان من را ببخش و دروازه های فضل و مرحمت خود را بر بالای من بگشای. و در وقتی که انسان وارد مسجد میشه، وارد عبادت میشه، چی نماز باشه، چی تلاوت قرآن کریم باشه و چی تسبیح و تکبیر الله متعال باشه، لذا مناسب این است که از الله متعال رحمتی از او را بخواهد و تا که رحمت خداوند شامل حالی از او گرده. وقتی که از مسجد بیرون میشود، انسان وقتی که از مسجد بیرون میشود حتما به طرف بازار میره یا به طرف طلب روزی حلال میره، لذا مناسب است که از الله متعال فضلی از او را بخواهد، همچنان که در سوره جمعه آمده که الله متعال فرموده فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. وقتی که نماز خوانده می شود شما در روی زمین منتشر شوین، بر روی زمین بروین و از فضل خداوند متعال بخواهید تا که خداوند متعال فضل خود را نصیب شما بگردانه و روزی حلال نصیب شما بگرده. و این حدیث دلالت به این میکند که انسان وقتی که داخل شدن در مسجد اولا باید به نام الله داخل شود، بسم الله بگوید و بعد از او درود بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بفرستد، بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله، و بعد از او این دعا را بخواند که اللهم افتح لی ابواب رحمتک. و اگر این دعا را هم امرش اضافه کرد که اللهم اغفر لی ذنوبی، اشکالی نداره. در حدیثی که از فاطمه زهرا رضی الله عنها روایت شده است این هم آمده. و همچنین در وقت برآمدن مسجد باز هم به نام الله بیرون میشه، بسم الله میگه و درود بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرسته و بعد از اون میگه که اللهم انی اسالک من فضلک، یا میگه که اللهم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. و همچنین دوستان عزیز از جمله احکامی که تعلق میگیره به مسجد، به ابواب مسجد، حکم تحیت المسجد است. 2 رکعت نماز خواندن وقتی که انسان در مسجد داخل میشود. اولین باری که در مسجد داخل میشود باید 2 رکعت نماز بخواند که او 2 رکعت نماز به نام تحیت المسجد است. و این مطلب از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث متفق علیه که از امام بخاری و مسلم را از صحابی جلیل قدر ابو قتاده انصاری رضی الله عنه روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین. وقتی که یکی از شما وارد مسجد میشه، با مسجد داخل میشه، باید نشینه تا که 2 رکعت نماز را بخواند و تا نشینه تا که 2 رکعت نماز بخواند که 2 رکعت نماز را علما به نام تحیت المسجد یاد میکنند. و این حدیث را ابو قتاده انصاری که نامشان الحارث بن ربعی بود و مشهور به کنیهشان بودند و مشهور به فارس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند و از جمله کسایی بودند که در غزوه احد و در صلح حدیبیه و در غزوات دیگری شریک بودند. و از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در فضل ایشان حدیثی وارد شده که فرمودند خیر فرساننا ابو قتاده و خیر رجالتنا سلامة بن الاکوع. در جنگ ها و در غزوات جهادها بهترین اسب سوارهای ما ابو قتاده است و بهترین کسایی که پیاده رو هستند، پیاده حمله میکنن، شخصی است به نام سلامة بن اکوع. و این حدیث دلالت به این میکند که انسان وقتی که در داخل مسجد میشه و وقتی که در مسجد وارد میشه باید 2 رکعت نماز بخونه و پیش از اینکه میشینه باید 2 رکعت نماز بخونه. و علما از این حدیث به چند نکته اشاره کردن یا به چند احکام اشاره کردن که بعضیاش متفق علیه است و بعضیاش در مابین علما دو چیز اختلاف است. حکم اول امیست که آیا این امر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که فلا یجلس حتی یصلی رکعتین بری وجوب است یا بری وجوب نیست،
یعنی وقتی که انسان داخل مسجد میشه آیا واجب است که دو رکعت نماز بخونه یا اینکه واجب نیست بلکه مستحب و سنت است. جمهور علما رأیشان این است که داخل شده و تحیت المسجد واجب نیست بلکه سنت و مستحب است که انسان وقتی در مسجد داخل میشه باید دو رکعت نماز بخونه و ظاهر این احادیث چون وجوب است، اما گفتن که احادیث دیگری هست که این وجوب را از حکم از ظاهرش میگردانه به طرف سنت بودن. از جمله حدیث است که امام نسائی و امام حاکم او را روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم شخصی را دیدن که در داخل مسجد روان است و از بین صفها میگذره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که اجلس فقط آزیت، ای شخص تو بنشین مردم را اذیت کردی، یعنی از بین صفها تیر نشو، در هر جایی که جای پیدا میکنی در اونجا بنشین. و در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این شخص را به خواندن دو رکعت نماز امر نکردند بلکه به این امر کردند که تو بنشین. اگر واجب میبود حتما میگفتند که تو اول دو رکعت نماز رو بخوان و بعد از او بنشین. و همچنین حدیث دیگری که امام بخاری او را روایت میکند که شخص نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم احکام دین را پرسان کرد، نماز، روزه، حج، زکات همه را پرسان کرد. وقتی که از درباره نماز پرسان کرد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که 5 صلوات فی اليوم واللیله، الله متعال بر بالای ما مسلمان ها فقط در یک شب یک روز 5 وقت نماز را واجب و فرض قرار داده و در این حدیث هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فقط 5 وقت نماز را واجب و فرض گفتند و از این معلوم میشه که تحیت المسجد فرض یا واجب نیست بلکه سنت و مستحب است. و احادیث دیگری هم به این موضوع دلالت میکند. اما عده از علما از جمله علمای شافعی نظرشان این است که تحیت المسجد واجب است. نظر به ظاهر این حدیث ابو قتاده ظاهرش دلالت به این میکند که چون ظاهرش امر است، امر در ظاهر دلالت به وجوب میکند، لذا خواندن دو رکعت تحیت المسجد واجب است. و همچنین حدیث دیگری که امام بخاری از حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت میکند که ایشان فرمودند دخل رجل یوم الجمعه و النبی صلی الله علیه و سلم یخطب، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در روز جمعه هنگامی که خطبه میدادند یک شخص داخل شد، فقال اصلیت، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از ایشان پرسید که آیا تو نماز خواندی؟ قال لا، و شخص گفت که نه نماز نخواندم، یعنی وقتی که در مسجد داخل شدم تا هنوز نماز نخواندم. قال قم فصلی رکعتین، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که تو استاد شو دو رکعت نماز بخوان. یعنی ظاهرا اون شخص داخل شده بود در مسجد شیشته بود و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خطبه میداد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خطبه خیش را قطع کردن و از او شخص پرسیدن که تو دو رکعت نماز خواندی؟ و گفت که نه نخواندم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امر کردن که استاد شو دو رکعت نماز را بخوان. اینجا علما گفتن که اولا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خطبه که واجب بود را قطع کرد و اگر دو رکعت نماز خواندن تحیت المسجد سنت می بود به خاطر سنت واجب را قطع نمی کردن، لذا این دلالت میکنه که یه هم چیزی واجبی است. و دیگر اینکه شنیدن خطبه امر واجبی است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در وقت خطبه، در وقتی که شنیدن خطبه امر واجب بود، را امر کرد که دو رکعت نماز بخوانه. به این معنا که دو رکعت نماز هم واجب است، چون اگر سنت می بود به خاطر واجب سنت خوانده نمی شود بلکه واجب بر سنت مقدم است. لذا علمای مذهب شافعی و بعض علمای دیگری گفتند که خواندن دو رکعت نماز تحیت المسجد واجب است. به هر صورت رأی جمهور علما است که سنت است. اگر سنت بگیم یا واجب بگیم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به این امر تاکید کردن. برای هر مسلمان مناسب است که وقتی در مسجد داخل میشه ننشینه تا اینکه دو رکعت نماز تحیت المسجد را انجام بدهد. و همچنین حکم دیگری که علما در ضمن این حدیث به او اشاره کردن او این است که آیا این نماز را در هر وقت میخوانه یا اینکه اوقات مکروهه که 3 وقت است و از این حکم مستثناست. یعنی اگر انسانی که بعد از نماز فجر در مسجد داخل شود که وقت مکروه است، آیا میشه که تحیت المسجد بخوانه یا بعد از نماز عصر یا اینکه وقت طلوع آفتاب، وقت غروب آفتاب و یا وقت زوال آفتاب، این اوقاتی است که در وقت نماز خواندن مکروه است، آیا در این اوقات اگر داخل مسجد شود میشه که تحیت مسجد را بخوانه یا اینکه درست نیست؟ جمهور علما رأیشان این است که تحیت المسجد در وقت اوقات مکروه خوانده نمی شود، چون که در اوقات مکروه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از نماز خواندن منع کردن و نماز نفلی و سنت و تحیت المسجد جمله نمازهای نفلی و سنتی است، لذا در این وقت خوانده
نمی شود. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام بخاری از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم نهى عن الصلاه بعد الفجر حتی تطلع الشمس، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از نماز فجر از نماز خواندن منع کردن تا اینکه آفتاب طلوع بکنه، و بعد العصر حتی تغرب الشمس، و همچنین بعد از نماز عصر از نماز خواندن منع کردن تا اینکه آفتاب غروب بکنه. و همچنین حدیث ابو سعید خدری رضی الله عنه که امام بخاری رو روایت میکنه که لا صلاة بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتی تغرب الشمس، نماز درست نیست بعد از نماز فجر تا اینکه آفتاب طلوع بکند، و همچنین بعد از نماز عصر نماز درست نیست تا اینکه آفتاب غروب بکند. و لذا جمهور علما چون رأیشون است که تحیت المسجد امر نماز مسنونی و مستحبی است، لذا در اوقات مکروه خواندنش درست نیست. اما علمایی که حکم به وجوب این کردن، جمله علمای شافعی و علمای دیگر، فرمودن که نظر به ظاهر حدیث در هر حالت خوانده می شود، چه در حالت مکروه بوده باشد و چه در حالت غیر مکروه، چون این از جمله نمازهایی است که ذات الاسباب گفته می شود و نمازهای ذات الاسباب در هر وقت خوانده می شود. و همچنین حکم سومی که علما در ضمن حدیث به او اشاره کردن و این است که تحیت المسجد در وقتی که انسان داخل میشه آیا اگر سنت راتبه بخواند به جای تحیت المسجد کفایت میکند و یا نه. این امر متفق علیه در بین علماست که همه علما به اتفاق دارند که وقتی که انسان در داخل مسجد داخل میشود تحیت شروع با نماز سنت راتبه میکند، مثلا وقتی پیشین داخل میشود 4 رکعت نماز سنت راتبه را شروع میکند، یا نماز فجر داخل میشود 2 رکعت نماز سنت راتبه فجر را میخواند، و به هر صورت وقتی که شروع به سنت راتبه میکند و خواندن سنت راتبه قائم مقام تحیت المسجد میگردد و تحیت المسجد دیگر برای او لازمی نیست. و همچنین وقتی که انسان در مسجد داخل می شود و امام شروع به نماز فرض کرده، در او صورت به اتفاق علما خواندن تحیت المسجد مشروع نیست، چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه، وقتی که نماز فرضی اقامت گفته شود غیر از نماز فرض دیگر هیچ نماز خواندن درست نیست. وقتی که انسان داخل مسجد می شود میبینه که اقامت گفته شده، در او صورت تحیت المسجد خواندنش مشروع نیست، باید در نماز فرض داخل شود. و همچنین تحیت المسجد در داخل مسجد الحرام حکمش این است که در وقتی که انسان در داخل مسجد الحرام داخل می شود اگر احرام داشته باشد باید به طواف شروع بکند، در او صورت به سر از او تحیت المسجد نیست و تحیت المسجد از او طواف است. اما اگر نیت عمره را نداشته باشد، نیت طواف کردن نداشته باشد، فقط نیت نماز خواندن داشته باشد و باید پیش از اینکه میشینه 2 رکعت تحیت المسجد را بخوانه. و بعد از دیدن یک میانه برنامه کوتاه خدمت شما دوستان عزیز ادامه این مطلب را عرض میکنم، با ما باشید. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة، قد سار في درب النبي صحب وأشراف تقى. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند مؤذنان در روز قیامت سربلندترین مردم هستند. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. صحب وأشراف تقى. قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علا ونعانق العيش الهني. نحيا ونرشف من شذا. نحيا ونرشف من شذا. بسم
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز هستم و در قسمت اول خدمت شما دوستان عزیز در احکام ابواب مسجد، بیان تحیت المسجد و همچنین بیان دعای داخل شدن در مسجد و دعای خارج شدن از مسجد را در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما تقدیم کردم و جمله احکامی که تعلق میگیره به باب مسجد چند حکم دیگری هم است که به شکل مختصر در پرتوی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در باقی مانده این قسمت خدمت شما تقدیم میکنم و بعد از او باب مسجد احادیثی که متعلق با باب مسجد است با خاتمه میرسد و در قسمت های آینده ان شاء الله با ابواب دیگری از ابواب نماز خدمت شما هستم و از جمله احکامی که علما او را در باب مسجد ذکر کردن این است که بیان این که آیا در داخل مسجد انواعی از العاب یا بازی ها درست است یا نیست. از انواع بازی های مباح در داخل مسجد حدیثی که از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت شده است بیان کننده این است که بازی با نیزه یا با وسایل جنگی در داخل مسجد درست است و اشکالی نداره، چون ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکند، حدیث متفق علیه است که فرمودند رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یسترنی و انا انظر الى الحبشه یلعبون فی المسجد. تعدادی از افرادی که از حبشه آمده بودند، از بلاد حبشه، در داخل مسجد با نیزه هایی که داشتند بازی میکردند و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به طرف آنها نگاه میکرد و حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها را عقب خود پهلوی خود نشانده بود و ایشان حضرت عایشه را ستر میکردند که کس به طرف از او نگاه نکنه و حضرت عایشه صدیقه را گفتند که تو نگاه کن به طرف این افرادی از حبشه که چه رقم با حربه و با نیزه هایی که دارن نیزه بازی میکنن. و در روایت دیگری هم میاد که در روایت امام مسلم یلعبون فی المسجد بالحراب، در داخل مسجد با نیزه هایی که داشتن با او نیزه بازی میکردن. و همچنین در روایت دیگه است که وکان یوم العید، این کار در روز عید بود. و در روایت دیگری هم میاد که حضرت عمر رضی الله عنه آنها را میخواست از این کار منع کنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که دعهم لتعلم اليهود ان في ديننا فسحه وانی بعثت بالحنیفیه سمحه. حضرت عمر وقتی که خواست که ایشان را از این کار منع کنه، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که بگذار که آنها با نیزه هایی که دارن بازی بکنن و باید یهود بدانند که در دین ما کشایش موجود است و دین ما دین تنگ نظری نیست و ما با دین حنیفی، با دین ابراهیم که دو کشایش است با او فرستاده شده ام. و این حدیث هم دلالت به این میکند که نیزه بازی کردن یا بازی کردن در داخل مسجد با وسایل جنگی، با وسایلی که مجاهدین را تدریب میده برای جنگ، برای جهاد، اشکالی ندارد. و همچنین حدیث به این دلالت میکند که دین اسلام یک دین شامل و کامل است، یک دین است که دو مسامحت است، دین است که با دو تشدید نیست و تشدید در دین اسلام منافی و معارض با قواعد شریعت اسلامی است. و همچنین حدیث دلالت به این میکند که وقتی که زنی یا خانمی نظر به مجموعی از مردها میکند و به شخص معینی نظر نمیکند، این نظر کردن اشکال ندارد. مثلا خانمی بیرون میشه به طرف مسجد، در راه مجموعی از مردم ها را میبینه لیکن به یک شخص معینی نگاه نمیکند و این نگاه کردن اشکال ندارد وقتی که به شخص معینی نبوده باشد. و همچنین وقتی که به خاطر حاجت خود بیرون میشد، در بیرون مجموعی از افراد را میبیند لیکن به طرف شخص معینی وقتی که نظر نمیکند و این نظر کردن اشکالی ندارد. همچنان که حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها در پشت پیغمبر صلی الله علیه و آله ایستاد بودند و به طرف مجموعی از افراد از حبشه که با نیزه های خود بازی میکردند در میدان مسجد به طرف از آنها نگاه میکردند
و نگاه کردن را رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اشکالی نگرفتن، یعنی از این معلوم میشه که اشکالی ندارد. و از جمله احکامی که تعلق میگیرد در باب مسجد این است که آیا در داخل مسجد خواب کردن جایز است یا نیست. و در داخل مسجد خواب کردن برای کسی که جای نداشته باشد، مسافر بوده باشد و با ضرورت داشته باشد اشکالی ندارد. و این مطلب در چند حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وارد شده، از جمله حدیث متفق علیه است از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها که ایشان فرمودند ان ولیدة سوداء کان لها خباء فی المسجد فکانت تأتینی فتحدث عنی. یک کنیزکی سیاه پوستی در داخل مسجد دیگر جای نداشتند و در داخل مسجد خیمه بر خود زده بود و در اونجا زندگی میکرد و حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرماید که او می آمد پیش ما و در حجره مبارکه ایشان با ایشان شته و قصه میکردند. و این حدیث هم دلالت به این میکند که اگر شخصی جای نداشته باشد، مسافر بوده باشد، میتونه که در داخل مسجد زندگی کنه، خواب کنه، چه مرد باشد چه زن بوده باشد، در صورتی که امن فتنه بوده باشد، فتنه حاصل نشود، فتنه رخ ندهد. و همچنین از عبدالله بن عمر روایت شده، امام بخاری روایت میکنه که ایشان فرمودند انه کان ینام و هو شاب اعزب لا اهل له فی المسجد رسول الله. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه میفرماید که وقتی که ما جوان بودم و مجرد بودم، تا هنوز متأهل نشده بودم، در مسجد رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمده خواب میشدم. این هم دلالت به این میکنه که خواب کردن در داخل مسجد خصوصا وقتی که ضرورت باشد، وقتی که انسان مسافر بوده باشد، اشکالی ندارد. و همچنین حدیث دیگری از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت شده است که وقتی که سعد بن معاذ در غزوه خندق زخمی شدند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مسجدی بر از او خیمه نصب کردند و ایشان در داخل مسجد تا یک ماه بودند تا که ایشان در اونجا وفات کردند و در اونجا در خلال مریضی خود خواب میشدند که اصیب سعد یوم الخندق فضرب رسول الله صلی الله علیه و سلم خیمه فی المسجد لیعوده من قریب. سعد بن ابی وقاص، سعد بن معاذ الاوسی که وقتی که در غزوه خندق زخمی شدند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ایشان در داخل مسجد، در داخل مسجد مبارکشان خیمه زدند و تا که از نزدیک بتونن که او را عیادت کنند. و ایشان تا مدت یک ماه در آنجا بودند تا که بعد از یک ماه به اثر زخمی که در پای ایشان رسیده بود، به اثری از او زخم وفات کردند و به شهادت رسیدند. و از جمله احکامی که احکام اخیری که از جمله احکام مساجد است این است که آیا حبس کردن در داخل مسجد یا دشمن را بندی کردن یا شخصی را بندی کردن در داخل مسجد جایز است یا ناجایز. و این حکم را در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله علما فرمودند که این کار اشکال ندارد و جایز است اگر مسلمان ها شخصی را، اسیری را در داخل مسجد بندی میکنند و این اشکالی ندارد. و این مطلب در حدیث متفق علیه از حدیث از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که ایشان فرمودند بعث النبی صلی الله علیه و سلم خیلا فجاءت برجل فربطوه بساریه من سواری المسجد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک مجموعه از اسبسوارها را فرستادند به خاطر غزوه و آنها با خود یک اسیری آوردند، یک بندی آوردند و این بندی را در داخل مسجد در یکی از ستونهای مسجد بستند. و در روایت های دیگری حدیث متول میاد که اینها رفته بودند و شخصی را به نام ثمامه بن آثال الحنفی از قبیله بنی حنیفه آنها او را آوردند و در داخل مسجد بسته کردند و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هر وقتی که از پیششان تیر میشد میگفت که ما عندك یا ثمامه و ایشان ایمان را عرض میکرد تا که ایمان آوردن. و این حدیث هم دلالت به این میکند که اسیر را بسته کردن در داخل مسجد اشکال ندارد و همچنین دلالت به این میکند که اگر کافری در داخل مسجد به خاطر ضرورت داخل میشد اشکالی ندارد، چون ثمامه کافر بود و در حالت کفر او را در داخل مسجد داخل کرده بودند و در داخل مسجد او را در ستونی بسته کرده بودند. و همچنین ابو داود رحمت الله علیه روایت میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک وفدی از یهود را در داخل مسجد استقبال کردند و در روایت دیگه آمده که وفودی از نصارا را هم در داخل مسجد استقبال کردند. پس داخل شدن کفار در داخل مسجد به خاطر ضرورت
اشکالی ندارد و این رأی اکثر علماست، علمای احناف و علمای شوافع که مگر مسجد الحرام را علمای شوافع استثناء میکنند و همچنین علمای مذهب مالکی اونها هم میگن که به خاطر ضرورت داخل شدن کفار در داخل مسجد اشکالی ندارد. اما بعضی از علمای حنابلة نظرشون به است که جواز ندارد که کفار در داخل مسجد داخل شوند، نظر به آیتی که فلا یقرب المسجد الحرام، به مسجد الحرام نزدیک اینها نشوند. لذا علمای دیگر فرمودند که به این معنا که داخل شدن داخل تمکین است، یعنی تسلط پیدا نکنند، اما مجرد داخل شدن به خاطر ضرورت اشکالی ندارد. دوستان عزیز، در اینجا وقتی برنامه ما به پایان میرسد و ابواب مسجد، احادیثی که در باب مسجد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده بود تقریبا در اینجا در 3 قسمت از این برنامه خدمت شما این احادیث را تقدیم کردم و ان شاء الله در قسمت های آینده با باب جدیدی از ابواب نماز خدمت شما هستیم. تا دیدار آینده از شما خداحافظی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.